این دلخراشترین صحنه‌ای بوده که دیدم در این سالهای غربت هم در غرب بودنم. دختر مدرسه میرفت، از مدرسه برمیگشت، یه همکلاس داشت، بهش گفت That's my daddy. He always play with me. Do you like play with my daddy? گفت این بابامه. همیشه با بازی میکنه. میخوای با بابام بازی کنیم؟ دختره گفت Yes. I will. اینا قایم موشک بازی میکردن و من دنبالش میدم What are you daddy؟ کلی خندیدن، خیلی خندیدن. این دختر اینقدر میخندید قهقه میزد خنده. گفت بابام لذت بردی؟ گفتم چقدر خوبه. گفت آره خیلی خوب بود. اینجا شد دقت بکنین. دختره رفت پیش مامانش. Excuse me mommy, I have a dad. Who is my dad? Where is my dad? گفت ببخشید مامان من بابا دارم. بابای من کجاست؟ بابای من کیه؟ Could you please let me know that؟ مامانه افروخته شد و ناراحت شد گفت Sorry, I am busy, we have to go. دست بچه‌شو گرفت و سریع رفت. فهمیدم اینا صورت مسئله رو پاک کردن برای بچه‌هاشون. اصلا نگفتن پدر چی، نگفته بود پدر چیه. کارتوناشون هم دیدی باباشون گم شده، هی دنبال بابا دارن میگردن. پیش پدر بزرگ مادر بزرگاشون شد زندگی میکنن. اینا پیش مادر و پدرها با هم کم پیش میاد. اینا این فرهنگ رو میخوان عادی بکنن. این بچه‌ها باید بپذیرن این کمبود، این خلأ رو باید با فیلم و رسانه و مدیا و هنر به اینا بقبولونن که میشه اینجوری هم زندگی کرد، زندگی خوبی داشت. یکی از دلایل اومدن من با خانواده‌ام برگشتم ایران، بچه‌هامو آوردم، این قضیه خانواده بود، از هم پاشیدن خانواده. هر جایی که تمدنی که پایه‌هاش لرزیده و شروع به فروپاشی شده از خانواده بود. هر تمدنی خانواده‌اش مستحکم بود، استوار بود، قوی بود، بها داده شد، ارزش داشت، این تمدن پایدار و قدرتمند میشه. هر تمدنی خانواده‌اش از هم بپاشه اون تمدن از هم پاشیده.